متاسفانه همون ذخیره باوری نسبت حکومت پوتین و پوتین در غرب خیلی کاستش گردیده است و برای همین البته حاضر واکنش خیلی جدی وجود دارد. همون گونه واکنش ها ما پیش از زمان دوره‌های پشت خوردن اتحاد شوروی ندیده بودیم. یعنی این پدیده خیلی نو است و حتی گفتن ممکن است که این شاید یک نشانه پیداشوی مرحله جنگ سرد نو شاید باشد. بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟ بیشتر همه کشورهایی که از جهت اقتصادی پرقوت‌ترین میباشند و با نفوذترین میباشند و البته چنین قدم ها از طرف آنها یک خاراکتر خیلی جدی دارد. پیش از همه همون سیاستی حاضر آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازیگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فشنگ‌های سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند. کشورهای غربی عموما غرب در عموم در این منطقه این یک واسطه توازن است، توازن ژئوپلیتیکی. این توازن در پیش راه زیادشوی اسد، زیادشوی نفوذ خطای و روسیه. لیکن البته روسیه شاید انتظار است، خیلی میخواست، لیکن من باوری ندارم که کشورهای آسیای میانه خواهش ورام کردن مناسبت با اروپا داشته باشند.